سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در ادامه بحث عضلات اندام تحتانی میرسیم به پایین ترین یا به عبارتی آخرین بخش از عضلات اندام تحتانی، یعنی ناحیه پا. در این فایل میخوایم ببینیم که در این محدوده چه عضلاتی داریم و در موردشون صحبت کنیم. در آناتومی عضلات پا رو میتونیم در دو گروه بررسی بکنیم یا در دو گروه در واقع تقسیم بکنیم. عضلاتی که در ناحیه پشت پا یا دورسال پا واقع شدن و عضلاتی که در کف پا یا پلنتار قرار گرفتن. بخش عمده عضلات پا در همین محدوده کف پا هستن و ما بخش اصلی و عمده بحثمون در این فایل در ارتباط با عضلات کف پا خواهد بود. در ناحیه دورسال یا پشت پا عضلات زیادی نداریم، یک عضله کلا در ناحیه پشت پا داریم و حالا به استناد بعضی منابع شاید بتونیم بگیم 2 تا عضله. بنابراین اول عضلات دورسال رو یا پشت پا رو ببینیم که کمتر هستن، بعد بریم سراغ عضلات کف پا. در ناحیه دورسال ما عرض کردم یک عضله داریم و اون عضله همین عضله هست که اینجا دیده میشه. امتدادش به سمت جلو میاد، به تاندون‌هایی تقسیم میشه و وصل میشه به انگشتان اول، دوم، سوم و چهارم. از این عضله تاندونی به انگشت پنجم معمولا نمیاد. همینطور که مشاهده میکنید تو تصویر، علاوه بر عضله مورد بحثمون یک سری تاندون‌هایی هم در ناحیه پا دیده میشه. در ناحیه دورسال پا اینها از ناحیه ساق اومدن، در عضلات ساق اینا صحبت شدن. اکستنسور دیجیتوریوم لانگوس رو داریم، اکستنسور هالوسیس لانگوس رو داریم که باعث باز شدن انگشت شست میشه و یه سری تاندون‌های دیگری که اینها در عضلات ساق صحبت شده و ما واردشون نمیشیم. فقط خواستم اشاره کنم که یک مروری بشه که در ناحیه پا این که ما میگیم فقط یه عضله داریم، این ذهنیت تو ذهنتون نباشه که دیگه اینجا تاندون دیگری نیست. قاعدتاً تاندون‌هایی که از ناحیه ساق اومدن اینها رو هم در ناحیه دورسال داریم، ولی عضله اختصاصی این محدوده که از اینجا اوریجین بگیره و بخش عضلانیش در این ناحیه دورسال باشه همین عضله هست که میاد با انگشتایی که عرض کردم وصل میشه و باعث اکستنشن اونها میشه. به همین خاطر بهش میگیم عضله اکستنسور دیجیتوریوم. یه اکستنسور دیجیتوریوم هم در ناحیه ساق داشتیم که از ساق میاد. کاملا مشخصه که به مراتب بلندتر هست نسبت به اینی که الان در ناحیه دورسال داریم. به همین خاطر این که کوتاه‌تر هست در ناحیه دورسال پا بهش میگیم اکستنسور دیجیتوریوم برویس در مقابل اکستنسور دیجیتوریوم لانگوس که بلندتر بود. این عضله رو در واقع ما در این محدوده داریم. عرض کردم میاد وصل میشه به تاندون‌هاش، وصل میشه به انگشت شست، یعنی انگشت اول، دوم، سوم و چهارم. بعضی ها این بخش عضلانی که به سمت مدیال هست و میاد وصل میشه به انگشت شست رو به عنوان یه عضله جداگانه اومدن در نظر گرفتن و اسم گذاشتن روش تحت عنوان اکستنسور هالوسیس برویس، چون یه اکستنسور هالوسیس لانگوسی هم داریم. خب این رو به عنوان عضله مستقلی در نظر گرفتن و تحت عنوان اکستنسور هالوسیس برویس نامگذاری شده. به خاطر همین عرض کردم اول عرایزم که در محدوده دورسال یه عضله یا میتونیم بگیم 2 تا عضله داریم. اگر بخوایم در واقع این رو که برای شست میاد رو به عنوان عضله مستقل و جداگانه در نظر بگیریم، اون موقع میتونیم بگیم در ناحیه دورسال 2 تا عضله داریم، یکی اکستنسور هالوسیس برویس، یکی اکستنسور دیجیتوریوم برویس. ولی در مجموع و در واقع به عبارتی این بخش، این عضله هم که داره به شست میاد وصل میشه یه بخشی از همین عضله هست. به خاطر همین بعضی ها کلش رو یه عضله در نظر میگیرن که اگر به این حالت بخوایم در نظر بگیریم دیگه عضله‌ای به اسم اکستنسور هالوسیس برویس نخواهیم داشت. خب ببینیم اتصالاتشون به چه شکلیه. اکستنسور دیجیتوریوم برویس اینا چون اسمشون یه مقدار طولانی هست، بعضی وقتا اختصاری نوشته میشه در کتاب ها یا جایی ممکنه به این شکل نوشته بشه. اینا حتما تو ذهنتون باشه که دچار مشکل نشین. اکستنسور دیجیتوریوم برویس. امتدادش بدیم به سمت عقب، ما رو میرسونه به استخوان کالکانئوس.
این تصویر میخواد اتصالاتش رو نشون بده. تصویر از بالا داره ناحیه تارسوس یعنی مچ و پا رو داره نشون میده، استخوان تالوسمون مشخصه و زیرش استخوان کالکانوس. این بخشی که رنگی نشون داده میشه اوریجین یا مبدأ عضله اکستنسور دیجیتوریوم برویسمون. الان دقیق تر بخوایم اشاره کنیم به کجا وصله، میتونیم بگیم به بخش قدامی سطح فوقانی استخوان کالکانوس اتصال داره. اینجا سطح فوقانی کالکانوس دیگه، اینجا میشه بخشای خلفیش، اینجا میشه بخش قدامیش. مشخصه که به بخش قدامی سطح فوقانی استخوان کالکانوس اتصال داره. از اینجا که اوریجین بگیره میاد به سمت جلو به تاندون‌های تقسیم میشه. یکیش میاد وصل میشه به انگشت شست و ستای دیگه هم وصل میشه به انگشتای دوم، سوم و چهارم. عرض کردم برای پنجم اتصالاتی نداره، یعنی تاندونی براش معمولا نداره. اون تاندونی که به سمت انگشت شست میاد وصل میشه به قاعده بند پروگزیمال شست. انگشت شست میدونیم دیگه دو تا بند بیشتر نداره، یه بند دیستال یه بند پروگزیمال داره. این اتصالی که در بند دیستالش یعنی بند آخرش دیده میشه برای اتصال اکستنسور هالوسیس لانگوس هست که ما کاری بهش نداریم. اینی که اینجا دیده میشه و مربوط میشه به بند پروگزیمال انگشتش هست، این برای اتصال همین اکستنسور دیجیتوریوم برویسیه که میاد بحث میشه به انگشتش هست. و عرض کردم بعضی ها این رو به عنوان عضله مستقل در نظر میگیرن. اگر اینجوری بگیریم این اتصال میشه برای عضله اکستنسور هالوسیس برویس. و برای انگشتان دوم، سوم و چهارم هم وصل میشه به قاعده اون بند میانی انگشتان، چون اینا سه تا بند دارن دیگه. بند دیستال داریم، بند پروگزیمال داریم، بند میانی هم داریم. به بند میانیشون اتصال داره و مشابه همین وضعیت البته اینجا دیده میشه. برای انگشت کوچیک هم در نظر بگیریم، بند میانیش یک اتصالی داره، بند دیستالش هم همینطور. اینجا در این انگشت کوچیک هم بند دیستال هم بند میانی، این اتصالات مربوط میشه به تاندون عضله اکستنسور دیجیتوریوم لانگوس. دیگه برویس بهش اتصالی نداره. ولی در این انگشتان اینایی که مربوط به بند میانی هست برای اکستنسور دیجیتوریوم برویس، اونایی که برای بند دیستال اون بندهای در واقع آخر هست اینا برای اکستنسور دیجیتوریوم لانگوس هست که از ساق اومدن. خب عضله وقتی عمل بکنه میتونه باعث فلکشن بشه در این محدوده، یعنی در محل مفصل متاتارس و فالنژیال، اونجا که متاتارس با بند انگشتان مفصل میشه. این مفاصل رو میگفتیم مفاصل متاتارس و فالنژیال دیگه. در این محل میتونه انگشتان رو اکستنشن بکنه. عصب دهیش هم این تصویر میخواد صحبت بکنه. ببینید ما این عصب قطوری که اینجا دیده میشه عصب دیپ پرونال یا دیپ فیبولار، هر دوتاش درست. امتداد بدیم به سمت بالا. نگاه کنید اینجا که وارد پا داره میشه به دو شاخه تقسیم میشه. یکی این شاخه است، داخلی تره، مدیال تره، پس میشه شاخه مدیال عصب دیپ فیبولار. و یک شاخه میره به سمت لترال، میشه شاخه لترال عصب دیپ فیبولار یا دیپ پرونال عمقی. دیگه نیازی به صحبت اضافی نداره. کاملا تو تصویر مشخصه که عضله اکستنسور دیجیتوریوم برویس قرار هست با شاخه لترال دیپ فیبولار عصب دهی بشه، چون شاخه مدیالش ازش فاصله داره. و این شاخه لترال دیپ فیبولارمون یا دیپ پرونالمون از عمق این سینوویال، غلاف سینوویال اکستنسور دیجیتوریوم لانگوس عبور میکنه و خودشو میرسونه به عضله اکستنسور دیجیتوریوم برویس و همونجا عصب دهیش میکنه. اسم از عضله اکستنسور هالوسیس برویس هم آوردیم که البته عرض کردم در واقع بخشی از عضله اکستنسور دیجیتوریوم برویس. به هر حال بخوایم به عنوان عضله مستقل این رو در نظر بگیریم، اوریجینش باز میشه همون بخشی که در سطح فوقانی استخوان کالکانوس با هم دیدیم، یعنی اوریجین مشترک داره با اکستنسور دیجیتوریوم برویس. از اونجا کشیده میشه به سمت جلو و به سمت مدیال و میره نهایتا وصل میشه به اون بند پروگزیمال انگشت شست. عمل کرده عضله هم از اسمش مشخصه. عصب دهیش هم باز از همون عصب دیپ فیبولار یا دیپ پرونال. این
در واقع عضله‌ای هست که ما یا عضلاتی بود که ما در دورسال پا داشتیم. الان میخوایم وارد کف پا بشیم و ببینیم در کف پا چه عضلاتی رو داریم که عرض کردم بیشتر عضلات ناحیه پا در محدوده کف پا واقع شدن. تعدادشون زیاده. اینها در 4 طبقه بندی شدن. طبقه اول میشه اون طبقه ای که بلافاصله زیر پوست و فاصله زیر پوست ناحیه کف پا داریم، یعنی سطحی تر. به عبارتی ما اینطوری بهتون بگم عضلات کف پا رو از سطح به عمق به 4 طبقه تقسیم میکنیم. طبقه اول میشه همون طبقه ای که به سمت پوست و فاصله پوسته، یعنی پایین تر، سطحی تر به عبارتی. طبقه دوم بالاترش تا نهایتا طبقه 4 میشه عمقی ترین عضله در ناحیه کف پا. به ترتیب میخوایم پیش بریم. اول عضلات سطحی که در این کف پا داریم، یعنی عضلاتی که در طبقه اول یا لایه اول کف پا داریم. این طبقه 3 تا عضله داخلش داریم که درست در بالای یا میتونیم بگیم در عمق پلانتار آپونوروزیس واقع شده. چی هست پلانتار آپونوروزیس؟ توضیح مختصر در موردش بهتون بدم. یک زخیم شدگی فاسیا است در این محدوده، از متشکل از الیاف کلاژن هست. اتصالاتی داره، اگر دقت بکنید امتداد بدیم به سمت عقب میرسه به توبروزیته کالکانوس. توبروزیته کالکانوس در بخش اسکلت صحبت شده بود، اگر یادتون باشه 2 تا برجستگی براش داشتیم، یا پروسس، این میشه لترال پروسسش، این هم میشه مدیال پروسسش. به مدیال پروسس اتصال داره، به سمت جلو میاد، حالت طولی، و در محدوده متاتارس ها که میرسه، در محدوده متاتارس ها به 5 باند تقسیم میشه به تعداد انگشتان، یعنی برای هر انگشت یه باندی ازش جدا میشه، کشیده میشه به سمت اون انگشت و نهایتا وصل میشه به رباط هایی که در اون محدوده انگشت داره. هم بخش میتونیم بگیم طولی داره این پلانتار آپونوروزیس، همینه که الان دیدیم، هم بخش عرضی هم داره، یعنی این بخشایی هم که الان دارید میبینید بین این 5 باند کشیده شده حالت عرضی، این هم باز بخشی از پلانتار آپونوروزیسه و اینا رو الان مثلا میتونیم بهشون بگیم فاسیکل ها یا دسته های عرضی یا ترانسورس. این مجموعه رو بهش میگیم پلانتار آپونوروزیس. این گفتن یه توضیح مختصر در موردش بهتون بدم. و اما برگردیم سراغ اون بحث اصلیمون، عضلات طبقه اول که عرض کردم 3 تا هستن، در عمق همین پلانتار آپونوروزیس هستن. این طرف در تصویر پلانتار آپونوروزیس رو نشون داده، این طرف اومده پلانتار آپونوروزیس رو برداشته، یعنی کات کرده، یه بخشش رو گذاشته که ببینیم. طبقه اول عضلاتش این 3 تا هستن. یکیش این عضله هست، داخلی ترین عضله، امتدادش میاد میرسه به انگشت 60. این عضله الان عمل بکنه میتونه انگشت 60 رو از محور پا دور کنه. محور پا کجا رو میگیم؟ یه خطی در نظر بگیرین که از متاتارس و انگشت دوم عبور بکنه. این خط به عنوان محور پا در نظر گرفته میشه. حالا اگر انگشتان به این محور نزدیک بشن، یعنی به سمت انگشت دوم نزدیک بشن، میگیم عمل ادکشن انجام شده. اگه از این محور پا دور بشه میشه ابدکشن، یعنی دور شدن. تصویر مشخصه. شما الان عضله رو در نظر بگیرید، از سمت مدیال اومده وصل شده به انگشت 60. وقتی عمل بکنه انگشت 60 رو میاره این طرف دیگه، یعنی از محور پا دور میشه. پس یک عضله، یک ابداکتور هست. کدوم انگشت رو داره ابدکشن میده؟ انگشت 60 رو. به همین خاطر بهش میگیم عضله ابداکتور هالوسیس یا دور کننده 60. مشابه این عضله رو این سمت داریم، سمت لترال پا داریم، برای انگشت کوچیک هست که ببینید الان عمل بکنه، انگشت کوچیک رو میتونه دور بکنه و باعث ابداکشنش بشه. به خاطر همین بهش میگیم دور کننده ی انگشت کوچیک. حالا این رو شما لاتینش کنید میشه ابداکتور دیجیتی مینیمی. دیجیت میشه انگشت دیگه، مینیمی هم که از مینیموم یعنی کوچیک میشه ابداکتور دیجیتی مینیمی. و عضله سوم در طبقه اولمون این عضله هست که میاد به 4 تا تاندون تقسیم میشه برای انگشتان دوم تا پنجم، یعنی انگشتای پا غیر از انگشت 60 به عبارتی.
و عملکردش این هست که اینها رو خم کنه به سمت کف پا، یعنی فلکشن بده. به خاطر همین بهش میگیم فلکسور دیجیتوریوم بريویس، چون یه فلکسور دیجیتوریوم لانگوسی هم در ساق پا داشتیم در کمپارتمان خلفی. این کوچکتره میشه بريویس. پس جمع‌بندی کنم، در طبقه اول کف پا 3 تا عضله داریم: ابداکتور هالوسیس، ابداکتور دیجیتی مینیمی و اون وسطی هم میشه فلکسور دیجیتوریوم بريویس. اینها رو یکی یکی بررسی کنیم. اول ابداکتور هالوسیس رو ببینیم، امتدادش بدیم به سمت عقب که محل اوریجین یا اون مبدأ عضله هست. میرسیم به توبروزیته کالکانوس. میاد وصل میشه به کدوم پروسسی زائدش؟ به پروسس داخلی یا مدیالش وصل میشه. این پروسس خارجیشه دیگه به اون اتصال نداره، به اون زائده داخلی توبروزیته کالکانوس اتصال داره. بعد از اینجا کشیده میشه به سمت انگشت شست. این طرف خواسته اتصالاتش رو نشون بده. البته قبلش یه توضیح مختصر در مورد تصویر بدم که برای شناسایی جهت یه مقدار گیج کننده نشه براتون. ببینید این تصویر یک پا هست، این تصویر مال یه پای دیگه است. اگه دقت بکنید از این تصویر الان انگشت شست این سمته، ولی در این تصویر انگشت شست به این سمته. اینو توضیح دادم که اینجا میخوایم الان اتصالات رو ببینیم، خیلی براتون گیج کننده نشه. شما ملاکتون انگشت شست باشه که بیاین سمت مدیال. اینجا انگشت شست میاید این طرف، اینجا انگشت شست، پس این طرف میاید. اتصالاتش رو نگاه کنید. این همین توبروزیته کالکانالمون هست. این اتصالی که اینجا نشون داده مربوط میشه به ابداکتور هالوسیس، یعنی از اینجا مبدأ میگیره وصل میشه به پروسس مدیال یا زائده مدیال توبروزیته کالکانال. اینجا کشیده میشه به سمت جلو و میاد وصل میشه به قاعده یا بیس بند پروگزیمال انگشت شست. از سمت مدیال بهش وصل میشه. باید از سمت مدیال وصل بشه دیگه، مگه نمیخواد شست رو بیاره این طرف، یعنی از انگشت دوم دور کنه. پس قاعدتا بایستی که به این سمت وصل بشه. در تصویر این طرف هم مشخصه اتصالش کاملا. میاد وصل میشه به از سمت مدیال وصل میشه به قاعده بند پروگزیمال انگشت شست. عملکردش هم که توضیح دادم از اسم عضله هم مشخصه، باعث دور شدن انگشت شست از انگشت دوم میشه. با چه عصبی عصب دهی میشه؟ این تصویر به خوبی میخواد نشون بده. ببینید ما پشت ساق یادتونه عصب تیبیال داشتیم که یه شاخه از عصب سیاتیکه، میاد به سمت پایین وارد کف پا که میخواد بشه به 2 تا شاخه تقسیم میشه. یه شاخه در سمت مدیال کف پا هست، یه شاخه میره سمت لترال کف پا. به اسم کف پایی نامگذاری شدن. کف پا رو بهشون میگیم پلنتار دیگه. بنابراین این شاخه میشه عصب مدیال پلنتار یعنی کف پایی داخلی، این شاخه میشه عصب لترال پلنتار یا کف پایی خارجی. کاملا مشخصه که عضله ابداکتور هالوسیس یا دور کننده انگشت شست میخواد عصب دهی بشه با عصب مدیال پلنتار یا کف پایی داخلی. اینجا مجاورش میشه، یه شاخه بهش میده. عضله بعدیمون ابداکتور دیجیتی مینیمی هست، لترال ترین یا خارجی ترین عضله هست در این طبقه اولی که داریم بررسی میکنیم. اتصالاتش رو نگاه کنید، میاد به زائده خارجی توبروزیته وصله، ولی به اینجا ختم نمیشه، اتصالاتش ادامه داره. این طرفتر به سمت مدیال هم کشیده میشه. این سمت میخواد نشون بده ببینید به این به زائده خارجی توبروزیته اتصال داره و همچنین کشیده میشه به سمت زائده داخلی، به اون هم اتصالاتی داره. از اینجا کشیده میشه به سمت جلو و میاد وصل میشه از سمت لترال به قاعده اون بند پروگزیمال انگشت کوچیک. به این شکل وصل میشه. الان عضله عمل بکنه میتونه انگشت کوچیک رو از بقیه انگشتان دور بکنه که عملکردش میشه ابداکشن دیگه. البته این توضیح رو هم بهتون بدم که ابداکتور دیجیتی مینیمی تو مسیرش که به این حالت میخواد بیاد به سمت انگشت کوچیک، یه اتصالاتی هم به توبروزیته متاتارس پنجم داره. متاتارس پنجم یادتونه که کشیدگی اینجا داشت به عنوان توبروزیته. نگاه کنید این اتصالی که اینجا نشون داده شده این هم برای ابداکتور دیجیتی مینیمی هست. به اینجا هم اتصال داره، به قاعده بند پروگزیمال انگشت کوچک هم اتصال داره. با چی باید عصب دهی بشه؟ اصلا دیگه نیازی نیست بخواید حفظ بکنید. وقتی
در سمت خارجی پا واقع شده ابداکتور دیجیتی مینیمی، پس قاعدتا میخواد عصب دهی بشه با عصب لترال پلانتار یا کف پایی خارجی. اینجا در واقع توسط این عصب دهی میشه. و سومین عضله‌ای که در طبقه اول داشتیم عضله فلکسور دیجیتوریوم بريویس هست. این هم از توبروزیته کالکانئوس یا کالکانال منشأ میگیره، درست در عمق پلانتار آپونوروزیس واقع شده. این پلانتار آپونوروزیس دیگه امتدادش بدیم اینو میپوشونه، درسته؟ و پلانتار آپونوروزیس رو که ما برداریم بلافاصله زیرش، یعنی عمقش به عبارتی میشه برای محل عضله فلکسور دیجیتوریوم بريویس. به سمت جلو امتدادش بدیم به 4 تا تاندون تقسیم میشه که میان وصل میشن به انگشت های دوم، سوم، چهارم و پنجم، میرن وصل میشن به بند میانیش و عملکرد عضله از اسم عضله مشخصه، باعث فلکشن میشه در این انگشتان در محل مفصل متاتارسوفالنژیال. اینا رو میتونه فلکشن بکنه. خب برگردیم تو این تصویری که عصب دهیشو میخواد نشون بده. الان در این تصویرمون این عضله شد ابداکتور هالوسیس، دور کننده شست. این عضله شد ابداکتور دیجیتی مینیمی، دور کننده انگشت کوچک. بینشون میشد فلکسور دیجیتوریوم دیگه. این فلکسور دیجیتوریوم بريویسه. ببینید از کجا داره شاخه میگیره؟ از عصب مدیال پلانتار داره عصب دهی میشه. معمولا از عصب شاخه مدیال پلانتار عصب دهی میشه یا کف پایی داخلی. خب بریم یه مقدار عمقی تر این سه تا عضله رو که بزنیم کنار، بریم عمقی تر، میرسیم به طبقه دوم. ببینیم در طبقه دوم چه عضلاتی داریم. الان تو این تصویر نگاه کنید، ابداکتور هالوسیس و دیجیتی مینیمی و اون فلکسور دیجیتوریوم بريویس رو برداشتیم، متوجه شدیم؟ رفتیم عمقشون، رسیدیم به عضلات طبقه دوم. در طبقه دوم ما تاندون فلکسور دیجیتوریوم لانگوس رو داریم که از عضلات ساق پا هست، اومده اینجا که برسه به انگشتای دوم تا پنجم وصل بشه. این تاندون فلکسور دیجیتوریوم لانگوس رو داریم در این طبقه و عضلاتی که بهش وصله، یعنی عضلات طبقه دوم اینطوری یادتون باشه به تاندون فلکسور دیجیتوریوم لانگوس اتصال دارن. یکیش این عضله است که حالت تقریبا 4 گوش داره، به همین خاطر بهش گفتن عضله 4 گوشه کف پایی یا کوادراتوس پلانتا، یا بعضی مربع کف پایی میگن، 4 گوش بگیم بهتر. و این عضلات هم از تاندون های یعنی اون 4 تا شاخه تاندون فلکسور دیجیتوریوم لانگوس اوریجین میگیرن، بعد میرن وصل میشن به بند انگشتان. این عضلات کرمی شکلن یا لومبریکال هستن، مثل عضلات لومبریکالی که کف دست داشتیم، در ناحیه کف پا هم عضلات لومبریکال داریم. از تاندون های فلکسور دیجیتوریوم لانگوس منشأ میگیرن. اینا میشن عضلات طبقه دوم، 4 گوش کف پایی و عضلات لومبریکال یا کرمی شکل. کوادراتوس پلانتا رو ببینیم، 4 گوش کف پایی رو امتداد بدیم به سمت عقب، 2 تیکه است میبینید، یعنی 2 بخش عضلانی داره، هر دوتاش به کالکانئوس وصله. یکی این طرفه میشه مدیال، این هم میشه سر لترال دیگه، سمت خارج. اون سر مدیال امتداد بدین از سطح تحتانی عبور میکنه، میره وصل میشه به سطح داخلی استخوان کالکانئوس، مشخص. سر لترال ولی وصل میشه به سطح تحتانی استخوان کالکانئوس، دقیقاً جلوی این لترال پروسس. تو برزده کالکانال رو در نظر بگیرید، لترال پروسسش رو یه مقدار بیان جلوتر، محل اتصال سر لترال 4 گوش کف پایه هست یا کوادراتوس پلانتا. به سمت جلو میاد عضله، 2 تا سر با هم یکی میشه و وصل میشه به تاندون فلکسور دیجیتوریوم لانگوس. پس به سمت جلو دیگه اتصال استخوانی نداره و وصل میشه معمولا به همین فلکسور دیجیتوریوم لانگوس. عملکرد فلکسور دیجیتوریوم لانگوس از اسمش مشخصه دیگه، فلکشن انگشتان هست. وقتی این عضله هم اومده به این تاندون وصل شده، یعنی میخواد این تاندون رو بکشه. اگه تاندون رو بکشه یعنی انگشتای اون 4 تا انگشت خارجی رو کشیده و با این توضیحات دیگه عملکردش مشخصه، کمک میکنه به فلکشن انگشتان دوم تا پنجم. با چی عصب دهی میشه؟
این عضله نگاه کنید کوادراتوس پلانتا دقیقا نمیافته زیر فلکسور دیجیتوریوم برویس که از طبقه اول بود و الان دیدیم. الان با این توضیحات بیایم تو این تصویر. این فلکسور دیجیتوریوم برویس دیگه در طبقه اول بود، تا اینجاشو نشون داده، بعد برش زده کات کرده که عضله عمقیشو نشون بده. این میشه همون عضله کوادراتوس پلانتامون. یه عصبی داره از بین کوادراتوس پلانتا و یعنی چهارگوش کف پایی و عضله فلکسور دیجیتوریوم برویس عبور میکنه. عصب لترال پلانتار نیست. عصب لترال پلانتار از همینجا که داره عبور میکنه مجاور میشه با این چهارگوش کف پای کوادراتوس پلانتا، همینجا به شاخه میده. پس یادمون میمونه عصب دهی کوادراتوس پلانتا با عصب لترال پلانتار هست که داره از این محدوده رد میشه تا بره به سمت لترال، همینجا بهش شاخه میده و عصب دهیش میکنه. و اما عضلات کرمیشک یا لومبریکالی که اینجا داریم اوریجینشون که مشخص شد، از تاندون فلکسور دیجیتوریوم لانگوس منشأ میگیره. تعدادشون 4 تاست. شماره گذاری شدن از سمت مدیال به سمت لترال. این میشه اولین لومبریکال، این میشه دومین، سومین و این میشه چهارمین لومبریکال. اولین لومبریکال وصل میشه به این در واقع اولین تاندون فلکسور دیجیتوریوم لانگوس. 4 تا تاندون داره، درسته؟ و چون بین فلکسور دیجیتوریوم لانگوس و این در واقع فلکسور هالوسیس لانگوس یه مقدار فاصله هست، دیگه به فلکسور هالوسیس لانگوس اتصالی نداره، فقط به تاندون فلکسور دیجیتوریوم اتصال داره. اینو چرا توضیح دادم؟ به خاطر اینکه دقت داشته باشین که بقیه لومبریکال ها یعنی لومبریکال های دوم، سوم و چهارم بین تاندون های فلکسور دیجیتوریوم لانگوس هستن. به خاطر همین به هر دو تا تاندون اتصال داره، یعنی هر کدوم از این لومبریکال های 2، 3 و 4 هر کدومشون به 2 تا تاندون وصله. الان مثلا شما این چهارمی رو در نظر بگیرید، هم به این تاندون هم به این تاندون اتصال داره. این هم همینطور، هم به این تاندون هم به این تاندون اتصال داره. این هم به همین شکل به این تاندون و این تاندون اتصال داره. تنها لومبریکالی که به یک تاندون وصل اتصال داره همین لومبریکال اول هست. از اینجا اوریجین میگیرم، به هر حال میرم به سمت جلو و از سمت مدیال، اینجا میشه مدیال این انگشت دیگه، این طرف برای این انگشت میشه مدیالش، اینم همینطور از سمت مدیال وصل میشن به انگشتای دوم، سوم، چهارم و پنجم. یعنی لومبریکال اول وصل میشه به انگشت دوم، لومبریکال سوم وصل میشه به انگشت سوم، به همین ترتیب لومبریکال چهارم وصل میشه به انگشت در واقع به عبارتی پنجم. عمل کرده البته از سمت مدیال میره ولی خب به کف هم کشیده میشه، به سطح پلنتارشون هم اتصالاتی داره ها. در مجموع این عضلات لومبریکال عملکردشون بیشتر تو این محدوده همین مفصل متاتارس و فالنژیال هست. اونجایی که متاتارس با فالنکس مفصل میشه میتونن در این محدوده باعث فلکشن بشن، اینجا فلکشن ایجاد میکنن. ولی در حالتی که مفاصل اینترفالنژیال یا بین بندی اینها در وضعیت اکستنشن قرار میگیرن، متاتارس و فالنژیال فلکشن میشه ولی مفاصل بین انگشتان به حالت اکستنشن میشه. خب عصب دهیشون با چی عصب دهی میشه؟ عضلات لومبریکال هر 4 تاشون با عصب لترال پلانتار عصب دهی میشه. ببینید این عصب تیبیالمون بود دیگه، این میشد مدیال پلانتارمون، این میشه لترال پلانتارمون. لترال پلانتار به سمت لترال میاد، اینجا خودش به 2 شاخه تقسیم میشه. یه شاخه میشه سوپرفیشیال یعنی سطحی، یه شاخه میشه عمقی. این شاخه عمقیش رو نگاه کنید، داره میاد این طرف، میاد اینا رو هم عصب دهی میکنه. پس در این محدوده که عضلات لومبریکال داشتیم عصب دهی با این هم عصب دهی میشن. پس بنابراین این که میگفتیم شاخه لترال میره به سمت لترال، این ذهنیت تو ذهنتون نباشه که کل اون عصب لترال فقط برای سمت لترال میخواد بیاد. به اسم لترال نامگذاری شده در مقایسه با این شاخه، چون لترال تره بهش گفتن شاخه لترال، وگرنه به این معنی نیست که فقط بیاد بخش لترال رو در کف پا عصب دهی کنه. یه شاخهش نگاه کنید دوباره دور میزنه، حالت انحناء داره، کشیده میشه باز به سمت مدیال و اینجا عضلاتی که تو این محدوده هست رو هم عصب دهی میکنه، هم از عضلات اینتر اوسئوس یا بین استخوانی که بین متاتارسال ها قرار گرفتن، هم این عضلات
لومبریکال رو هم شاخه میده و عصب دهی میکنه. پس بنابراین لومبریکال هامون هر 4 تا عصب دهی میشه با عصب لترال پلنتار. از طبقه دوم هم رد بشیم، بریم بالاتر طبقه سوم. در طبقه سوم کف پا اینجا ببینیم چه عضلاتی داریم. عضله‌ای داریم که باعث فلکشن میشه در انگشت شست ولی کوتاهه، پس بهش میگیم فلکسور هالوسیس برویس. عضله‌ای داریم که انگشت کوچیک رو میخواد فلکشن کنه، به همین خاطر بهش میگیم فلکسور دیجیتی مینیمی برویس. و عضله‌ای هم داریم که باعث اداکشن میشه در انگشت شست، یعنی انگشت شست رو بیاره به سمت انگشت دوم نزدیک میکنه، به همین خاطر بهش میگیم اداکتور هالوسیس. این عضله و این عضله با هم یه عضلن، جفتش اداکتورن، یعنی اداکتور هالوسیس 2 بخش داره، یک بخشش اینه، یه بخشی هم اینه. این بخشش حالت مایله میشه بخش اوبلیک یا سر اوبلیک، سر مایل اداکتور هالوسیس. این هم میشه سر عرضی اداکتور هالوسیس. در مجموع در طبقه سوم از همون سوال شد چه عضلاتی داریم، میگیم نزدیک کننده شست رو داریم اداکتور هالوسیس، خم کننده کوتاه شست رو داریم فلکسور هالوسیس برویس و فلکسور دیجیتی مینیمی برویس رو داریم. اینا رو بررسی کنیم. فلکسور هالوسیس برویس اول. این فلکسور هالوسیس برویس ببینید خودش 2 بخش داره، یعنی 2 تا سر اتصالی داره. یک سر مدیال داره، این طرف داخل تره دیگه، یه سر لترال داره. سر لترال رو امتداد بدین میرسید به کوبوید. این به یک کالکانوس نیست، در بخش استخوانی حتما یادمون هست یک کالکانوس به سمت جلو میومد میرسید به کوبوید. این کوبویده، پس مشخصه که بهش اتصال داره، به کوبوید وصله. حتی این استخوانه مجاورش مثل فرض کنید مخصوصا لترال کانیفورم داشتیم، میخی خارجی، به اونم اتصالات داره ها، به میخی خارجی و کوبوید اتصال داره. از اینجا اوریجین در واقع میگیره سر لترال. سر مدیال از کجا اوریجین میگیره؟ سر مدیال فلکسور هالوسیس برویس امتداد بدین میرسیم به تاندون، وصل میشه به تاندون تیبیالیس خلفی. این تیبیالیس پوستریور که به جاهای در واقع نسبتا زیادی هم اتصال داره. اتصالاتش رو در استخوان، در عضلات ساق در موردش صحبت شد، ما کاری بهش نداریم، فقط اینجا بهش اشاره کردم به خاطر که مرتبط هست به این عضله. و سر مدیال فلکسور هالوسیس برویس اوریجین میگیره از تاندون تیبیالیس خلفی، بهش اتصال داره. این 2 تا با هم به سمت جلو میان و میرن وصل میشن به قاعده بند پروگزیمال استخوان مثلا انگشت شست. بند پروگزیمال انگشت شست وصل میشن. حتی اتصالاتی به این 2 تا استخوان در واقع کنجدی یا سزوموئید هم دارن. این تاندونی هم که اینجا داره دیده میشه از بین 2 تا سزوموئید ها و بین 2 تا سر فلکسور هالوسیس برویس رو عبور میکنه. تاندون فلکسور هالوسیس لانگوسه. تا اینجا رو نشون داده، کاتش کرده عضله رو بهتر بتونیم ببینیم. ادامهش همین تاندون که این هم در واقع میاد وصل میشه به بند دیستال، از عضلات ساق پا بود، در اونجا صحبت شده بود، ما کاری بهش نداره. با چی باید عصب دهی بشه؟ قاعدتا با عصب مدیال پلنتار عصب دهی میشه. الان تو این تصویر شما تاندون فلکسور هالوسیس لانگوس رو دارید میبینید، اینا سرهای مربوط به فلکسور هالوسیس برویس هستن. فلکسور هالوسیس برویس سر لترال، سر مدیال. نگاه کنید داره با عصب مدیال پلنتار یا کف پایی داخلی عصب دهی میشه. عضله که سمت لترال داشتیم مسئول خم کردن انگشت کوچیک تحت عنوان فلکسور دیجیتی مینیمی برویس در واقع نامگذاری شده. اینم امتداد بدیم به سمت عقب، ببینیم میرسیم به توبروزیته متاتارس 5. از اینجا اوریجین میگیره. حتی اتصالی هم به این تاندون داره، میبینید از سمت لترال داره میاد. این تاندون پرونئوس لانگوسه یا فیبولارس لانگوس، به اون هم اتصال داره. از اینجا اوریجین میگیره میاد وصل میشه به قاعده بند پروگزیمال انگشت کوچیک. عملکرد عضله هم از اسمش مشخص هست دیگه، قابل هسته که میخواد عصب دهی هم بشه با عصب لترال پلنتار، چون عضله‌ای هست که در سمت لترال واقع شده. خب و عضله سوم در طبقه سوم عضله نزدیک کننده شست یا اداکتور هالوسیس. اداکتور هالوسیسمون عرض کردم 2 تا بخش داره، یک سر مایل یک سر عرضی داره. سر مایل
امتدادش بدین میرسه به این متاتارسا، به قاعده متاتارسا وصله. معمولا متاتارسای دوم تا چهارم برای اتصال این سر مایل هستن، یعنی به قاعده متاتارس دوم وصله، سوم و چهارم اتصالات داره. به ربات هایی که مزد میخوام به اون تاندون هایی که در این محدوده هستن مثل همین پرونوس لانگوس اتصال داره. این اوریجینشه. اوریجین یا مبدأ بخش ارضی یا ترانسورس هم از ربات هایی هست که در این محدوده بین متاتارس و بند انگشتان دارید میبینید، مثل همین ربات ارضی متاتارسال عمقی که در این محدوده داریم، از این اوریجین میگیره. هم سر اوبلیک هم سر ترانسورس نهایتا میاد از سمت داخل وصل میشه به بند پروکسیمال انگشت شست و نتیجه مشخصه که وقتی عمل بکنه میتونه انگشت شست رو به سمت داخل بیاره، یعنی به سمت به سمت انگشت دوم بیاره که در مجموع میشه اداکشن، عمل اداکشن یا نزدیک شدن انگشت شست به انگشت دوم یا محور پا به عبارتی. به همین خاطر بهش گفتن اداکتور هالوسیس. عصب دهیش با عصب، اینو خیلی با توجه داشته باشین که اشتباه نگیرین. عصب دهی اداکتور هالوسیس با عصب لترال پلانتار، با این شاخه عمقش. شاخه عمقش نگاه کنید اینجا داره بر همین بهش میاد شاخه عمقی، چون میره عمق این محدوده، یعنی میره عمق این کوادراتوس پلانتا که داشتیم 4 گوشه کف پایی، میره از عمقش عبور میکنه میره به سمت اداکتور هالوسیس و اون رو عصب دهی میکنه. خب این که گفتم باید توجه داشته باشیم به خاطر اینکه نگاه کنید عضلات قبلی که برای شست بود مثل ابداکتور یا دور کننده انگشت شست، این با کدوم عصب دهی شد؟ با مدیال پلانتار. فلکسور هالوسیس برویس تا کننده کوتاه شست با کدوم عصب دهی شد؟ با عصب مدیال پلانتار. ولی اداکتور هالوسیس یا نزدیک کننده انگشت شست با شاخه عمقی عصب لترال پلانتار عصب دهی میشه. این رو یادتون حواستون باشه که تو تستا یه وقتی استفاده میشه و دچار خطا نشید. خب این تصویرم حالا عضلات رو برداشته بهتر متوجه میشین که این شاخه عمقی نگاه کنید. عضله اداکتور الان نشون داده داخل محدودش این محدوده بودی در این قسمت ها بود، این شاخه میاد میرسه بهش و عصب دهیش میکنه. و در نهایت عضلات گروه چهارم کف پا، در طبقه چهارم کف پا عضلات بین استخوانی رو داریم. دیگه خیلی عمقی شده ما، یعنی رسیدیم به متاتارسا. در بین متاتارسا عضلاتی داریم بهشون میگیم عضلات بین استخوانی اینتراوسئوس. عضلات بین استخوانی پلانتار یا کف پایی داریم 3 تا و عضلات بین استخوانی دورسال هم داریم. الان نگاه کنید اینا که رنگشون متفاوت هست از هم دیگه، یعنی عضلات جداگانه هستن، این با هم یه عضله نیست. اینا که یه مقدار قرمزتر به عبارتی تقریبا داره دیده میشه، اینا پلانتارها هستن به سمت کف پا در نظر بگیرید. اینها بالاترن یعنی دورسالترن، به خاطر همین بهشون گفتن بین استخوانی دورسال. اسمشون هم نباید شما رو به اشتباه بندازه. عضلات بین استخوانی دورسال بهشون میگیم، ولی از عضلات دورسال پا نیستن ها، این از عضلات کف پا هستن. دورسال بهشون میگیم در مقایسه با این عضلات که پایینتر هستن، یعنی به سمت کف پا هستن، اینا رو بهشون گفتن بین استخوانی پلانتار. اینا که بالاترن دورسالترن نسبت به اینا شدن دورسال. یکی از دورسال ها رو این طرف نشون داده. ما ببینید 3 تا عضله پلانتار داریم، بین استخوان پلانتار داریم. این یکی، این دومی، نه 3 تا در این محدوده داریم. خب این طرف الان عضله در این فضای اول بین متاتارسا، یعنی بین متاتارس اول و دوم دیگه ما عضله بین استخوان پلانتار رو نداریم. خب به خاطر همین دورسال رو الان واضح تر میبینید. پلانتارها یونیپنیتن، یعنی یه دونه، یعنی یه بخش عضلانی دارن میبینید. ولی دورسال ها بایپنیتن، یعنی دوتایی، یعنی این یه دونه این هم دوتا. متوجه شدید؟ الان مشابه همین وضعیت رو اینجا در نظر بگیرید. یه بخشش اینجاست، یه بخش دومش هم که این قسمتش باشه اون طرف هست، ولی ما نمیبینیم چون این بین استخوان پلانتار اومده زیرش و نمیذاره ما ببینیم. متوجه شدید؟ پس اینها هم مثل همین دوتایی هستن، ولی یک بخشش رو پلانتار پوشش داده و نمیذاره ما ببینیم. عضلات در مجموع بین استخوان پلانتار باعث اداکشن میشن، یعنی انگشتا رو نزدیک میکنن به محور پا که از انگشت دوم داره رد میشه.
عضلات بین استخوان دورسال ابداکت میکنن، یعنی دور میکنن از هم دیگه. انگشتا رو وقتی میخوایم انگشتای پا اصلا باز کنیم، مثلا فاصله بدیم، این عضلات بین استخوانی دورسال هستن که دارن این کار انجام میدن. عضلات پلنتارمون که عرض کردم 3 تا بودن، به متاتارس ها به این حالت اتصال دارن، بعد میان از سمت داخل یا مدیال وصل میشن به اون بند پروگزیمال انگشت مربوطه. این اولین در واقع پلنتار اینتراوسئوسمونه یا بین استخوانی پلنتارمونه. اولین بین استخوانی پلنتار وصل میشه به انگشت چندم؟ سوم. دومی وصل میشه به انگشت چهارم. سومی وصل میشه به انگشت پنجم. اینها خیلی مهمه، اینا خیلی وقتا تو تستا میاد، تو سالهای آزمون جامعه حتما باید حواستون باشه که اونجا در واقع دچار مشکل نشید. اولین بین استخوانی پلنتار میاد وصل میشه به انگشت سوم، دومی وصل میشه به چهارم، سومی هم وصل میشه به پنجم. از سمت مدیال هم میان وصل میشن که وقتی عمل میکنن انگشتا رو بیارن این سمت، یعنی به سمت انگشت دوم که در مجموع بشه اداکشن دیگه. انگشت شست برای چی نداره؟ به خاطر اینکه انگشت شست الان در اسلایدهای قبلی دیدیم برای خودش اداکتور مگه نداشت؟ اداکتور هالوسیس. اون عضله باعث اداکشن انگشت شست میشه. به خاطر همین دیگه برای این محدوده نیازی نبوده که بخواد پلنتار اینتراوسئوسی تشکیل بشه، به خاطر همین 3 تا تشکیل شده فقط برای این انگشتان. پلنتار اینتراوسئوس همون یا بین استخوانه پلنتارمون همگی هر 3 تاشون عصب دهی میشن با همین عصب لترال پلنتار. و در نهایت عضلات بین استخوانی دورسالمون، عضلات بین استخوانی دورسالمون چند تا شد؟ 4 تا. ولی پلنتارها چند تا بود؟ 3 تا بود. دورسالمون 4 تاست. تفاوت بعدشون این که اینا بایپنیتن، یعنی 2 تایی ان، ولی پلنتارهامون چند تا بود؟ یونیپنیت بود، یعنی یه دونه ای بود، یه بخش عضلانی داشت. نه تفاوت دومشون. تفاوت سومشون در عملکردشونه. عرض کردم عضلات پلنتار اینتراوسئوسمون اینا عملکردش اداکشن بود، ولی دورسال ها عملکردشون ابداکشن هست، یعنی دور میکنن در واقع. این و در تمام فضاها هم هستن، یعنی در فضای اول هم ما داریم، فضای متاتارسال دوم هم داریم، سوم و چهارم هستن. اینا به متاتارسای مجاور یعنی مربوط به خودش وصل میشه. مثلا شما بین استخوان دورسال اول رو در نظر بگیرید، هم به متاتارس اول هم دوم وصله. دوم رو در نظر بگیرید، به دوم و سوم وصله و از این طرف میان وصل میشن به استخوان‌های مربوط به خودشون. این عضله در واقع بین استخوانی دورسال چهارم رو در نظر بگیرید، قابل حدسه که باید از سمت لترال بیاد وصل بشه به انگشت چهارم، به خاطر اینکه بتونه این رو دور بکنه از محور پا. پس قاعدتا از سمت لترال بهش وصل میشه که اینو بیاره این طرف. یا این اینتراوسئوس دورسالی که در این فضای سوم داریم و میشه در واقع سومین بین استخوانی دورسال، باز این هم از سمت لترال وصل میشه که اینو بیاد دور بکنه. این دورسال اینتراوسئوس های اول و دوم هر دوتاشون وصل میشن به انگشت دوم، یکی از سمت مدیال یکی از سمت لترال، که این در واقع انگشتی هست که هر دوتا به عبارتی بین اینتراوسئوس دورسال میاد بهش وصل میشه. این هم یادمون باشه، یه جایی ممکن تو تستا مطرح بشه. و در مجموع عملکردشون ابداکتور هست اینها و باعث ابداکشن میشن. عصب دهیشون از همون سوال شد، باز میگیم از عصب لترال پلنتار عصب دهی میشن. پس هم پلنتار اینتراوسئوس همون اینتراوسئوس های پلنتارمون از عصب لترال پلنتار عصب دهی میشن، هم دورسال هم. در مورد دورسال ها یه نکته تکمیلی هست حتما یادمون میمونه. علاوه این در واقع اینتراوسئوس های دورسالمون هر 4 تاشون با عصب لترال پلنتار عصب دهی میشن. یک نکته تکمیلی که میخواستم اینجا در مورد عصب دهی اشاره بکنم این هست که اینتراوسئوس های دورسال اول و دوم علاوه بر اینکه از لترال پلنتار عصب میگیرن، این اول و دوم از دیپ پرونال یا دیپ فیبولار هم ببینید شاخه میگیرن.
این هم حتما یادمون باشه که ممکنه جایی مورد سوال واقع بشه. خیلی ممنونم از توجهتون. امیدوارم مطالبی که ارائه شد مفید واقع شده باشه.